روضه رضوان به دو گندم نفروخت، اهل هیئت امنا بود خرابش کردند. مردم مصر همه عاشق یوسف بودند، یک نفر انگشت نما بود خرابش کردند. آری و برزن شاه خود عقاب کوه بود، یک نفر راه بلد بود شکارش کردند. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان دنبال کنندگان پیج امپراتور باستان و تمام علاقه‌مندان به علم و زمینه باستان. دوستان درسته ما بهمون میگن چرا ماشین‌های لوکس سوار نمیشی، لباس‌های شیک نمیپوشی، تکراری میپوشی. من 2 سال این کفشا رو دارم. ما اهل خودنمایی نیستیم، وگرنه چیزی که زیاد ماشین اجاره‌ای. ما قصد فخر فروشی نداریم، ما هدفمون کمکه به مردم، به هم نوعامون. برای همین من برای بختیاری ها تفسیر رایگان گذاشتم. اگر شما هم بختیاری حمایتمون کن و یک کار رو به پایان به صورت رایگان غیر حضوری من در خدمتتون هستم تا پایان کار. من همراه شما. پیروز باشید. مانا تندرست. شوربالون شار تیارن خدا دون چار تیز دولت. شوربالون شار تیارن خدا دون چار تیز دولت. پیشوازم امولو بی خدا دون ناسه سولت. پیشوازم خدا دور ناصر سولت. مرجع